Assalomu alaykum. Do'stoni aziz, bisyor xel این مسائل بسیار پیدا میآید که 100 فاکتوریال با چند نول تمام می شود. موضوع همین موضوع را یکم تشمیل میفهمونم. вообще n فاکتوریال با چند نول تمام می شود چه خیلی ممکن. دوستانی عزیز چی معنی داره عدد مثلا ضرب یک چند عدد ها با نول تمام شدن؟ کی ما یک چند عدد ضرب بزنیم با نول تمام میشه. مثلا نبین 1 2 3 4 ضرب میزنیم با نول تمام نمیشه. وقتی که 5 ilova میکنیم با نول تمام میشه. یعنی که اگر 6 7 8 9 را با یکدیگر ضرب بزنیم با نول تمام نمیشه. وقتی که 10 پیدا شد بعد با نول تمام میشه. یا اینکه 11 تا 15 را بینیم اگر تو 14 را یگون چی نمیشه. لیکن وقتی که 15 پیدا شد بعد یک تا نول تا آخر همی حاصل ضرب یک تا نول حاصل میکنه. یعنی که اینجا خلاصه میبریم این وابسته چند تا 5 داشتن ما دامی حاصل ضربه. چند تا نول تمام شدن وابسته چند تا 5 داشتن برای که وقتی که 5 یکون عددی که عددی جفت رو با 5 ضرب بزنیم با عددی که تا آخرش نولای تمام میشه. یعنی که مثال 25 اگر نگاه کنیم مقصد وقتی که با 4 ضرب بزنیم 100 میشه. دو تا نول پیدا شده این حالت برای چی؟ برای که 25 این 5 کвадрате. اکنون نگاه کنید دوستان عزیز اینجا برمیآید اگر که ما بیایم که همین 100 فاکتوریال برابر با 5 درجهش یگون که گیرم 5 درجهش که ضربی یگون عددهای دیگه خیلی برای ما قدر مهم نیستن. همین قیمتی که برابره با количествои нолایی که تا آخر همین عدد برابر میشه. برای چی؟ برای که ما در произведение пи дар пи 1 تا 100 достаточно количествои нола бисёр дорем. وقتی که 50 را یافتیم هم میفهمیم که با چند تا نول تمام میشه. اکنون فرمولا هست برای любой عدد ساده را یافتن. مثلا не только 5 مثلا یگون п عدد простой درجهش الفا ضرب دیگه عدد باشه همین الفا را یافته میشه. مثلا n فاکتوریال برابر با یگون پ درجهش الفا ضرب یگون عدد یا a باشه. الفا را با واسطه n تقسیم پ целый часть جمع n تقسیم پ کвадрат و غیره ها تا هم وقتی که نول نشود. پ درجهش الفا گیریم و غیره تا هم وقتی که نول حاصل نشود تقسیم کردن میگیم همین را جمع میکنیم количествоش برابر میشه. مقصد 100 فاکتوریال چند تا 5 داره 5 درجهش که ضرب یک گیریم کمون برابر با 100 قسم بتونی 100 تقسیم 5 جمعی 100 تقسیم 5 کвадрат جمعی 100 تقسیم 5 کуб. همایش همه دانیم که اوجه دیگراش نول میشه برای که 100 تقسیم 5 کуб 100 تقسیم 125 نول میشه قسم بتونش. ای 100 تقسیم 5 20 100 تقسیم 5 کвадрат 4 برای همین جواب ما 24 برای همین 100 فاکتوریال با 24 تا نول تمام میشه. 24 تا مثلا 1024 گیریم 1024 فاکتوریال با چند تا 5 تمام میشه. چیکار میکنیم 5 درجه که ضرب یگون ا مینویسیم. فرمولا برای یافتن که برابر 1024 تقسیم 5 جمع 1024 تقسیم 5 کвадрат
جمعی 1024 تقسیم 5 کub. رفتن میگیریم تا مومنتی را که 5 درجه 4 0 میشود. اوجه 0 میشود برای که 1024 در 5 درجه 15 خورده. اگر برای یافتن حد فرق نداره. не только 5 برای любой عددی простой در n فاکتوریال. یا بار دیگه تکرار میکنیم که n فاکتوریال برابر یگان p درجهش k باشه ضرب a و کره با واسطه n تقسیم p جمع n تقسیم p کوادرات و غیره ها n تقسیم p درجهش که رفتن میگیریم یفتن میگیریم. تشکر زیاد.